لحظات افطار هم نزدیک هست دوستا. قسمی که می‌بینیم اینجا تعداد از هموطنان ما می‌خواد که برای خودشان افطاری آماده بکنن تا افطار بکنن. شکر خدا سال روزه است اگه نمیداد به یک دانه نه می‌خواستم بر دوستان یک چند دقیقه افطار میشه و خیر نوش جان کو. چند روز شگرفتی از ماه رمضان؟ امی راست بیادر یک روز خوردیم. یک روز خوردی دیگه شگرفتی بابا. خود چند روز شگرفتی؟ من امروز خوردیم دیگه شگرفتی. ماشاءالله چقدر مزه‌داری رو آماده ساختین شما. خب دیگه چیزی که توان و قدرت ما بود کردیم همینقدر. هر روز زمان تو افطار در سرک میکنی یا دیگر روزا را خانه میگی؟ والا باز روز خانه باز روز در بازار. به نام خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوستداشتنی سلام وقتتان بخیر. امیدوارم صبح خوب و صحتمند و سرحال باشید. باز هم امید بکتاش در یکی دیگر از برنامه‌های هدف میدیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما امروز دوستا به شهر نو کابل آمدیم و خواستیم که یک گزارش خیلی مقبول را از اینجا براتون تقدیم بکنیم و لحظات افطار هم نزدیک هست دوستا. قسمی که می‌بینیم اینجا تعداد از هموطنان ما می‌خواد که برای خودشان افطاری آماده بکنن تا افطار بکنن. ما هم میریم یک گزارش از اینجا می داشته باشیم، با اینا هم صحبت میکنیم در مورد چیزهایی که اینجا به فروش میرسه به خاطر افطار. ما را همراهی کنید دوستان. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم برادر، خوب هستین شما؟ تشکر، سلامت. اولا میرسه بتا بر ما بگو رفیق امروز آشنا شویم. مشتاق جان. سمبوسه او جرمن رول است فکر می‌کنم. او جرمن رول است، سمبوسه است یا پکوړه. ها بسیار خوب بسیار. چقدر وقت است که کار اینجا انجام میدی رفیق خودت؟ حالا از ما 4-5 سال شده دیگه که ما هستیم اینجا دیگه. پیش از اون اونجا بودیم. ها نه شرکت میاره باز پختش خود ما میکنیم آماده بر. اینا آماده براتون میآید باز پخته خودتون میکنید. باز پختش خود ما میکنیم. واقعا شکر خدا سال روزه است اگه نمیداد به یک دانه نه میخواستم بر دوستان یک چند دقیقه افطار میشه و خیر نوش جان کو. چطور است باز فروشات اینایتون چطور است؟ شکر خدا، شکر خدا. چیزی که رضای خدا سونه میشه دیگه. چیزی که در قسمتت باشه اونم قدر سودا میشه. روز 800 دانه 900 دانه اونم قدر بیاری خدا جان. شکر خدا. رمضان سال قبل بیشتر مردم خرید میکردن یا امسال زیادتر میخرن؟ میلاله جان والا خوب بود دیگه. او حکومت یک ذره خوب بود. او هم پکوړه بود گفتی خلاص کردیم؟ او را خلاص کردیم. ما این پکوړه بود. چند رقم پکوړه دارین؟ چند رقم سمبوسه؟ اینجا دو رقم چندین داریم. یکی نیست یکی مرچ سبز بود. ها مرچ سبز او خلاص شد. او دیگه پکوړه تندتان واس دیگه فعلا خلاص شده. کدام از یارا باز بیشتر مردم نوش جان میکنن خریداری میکنن؟ بیشتر اینم سمبوسه گوشت کچل خوب است دیگه. وام فروشاتش زیاد دیگه شاید یک ذره قیمت‌تر باشه وقتی زیاد اونها را مقبول اینجا رو پس به خاطر یک ذره قیمت است. کسی بخواد اقتصادی سمبوسه نوش جان میکنه، کسی که باز یک ذره پیسه دار بود باز دیگه جرمن لور هر چی کتاب شد دیگه. به خاطر گوشت هم است. این سمبوسای گوشت است. این سمبوسای گوشت است. کچالو سوزم گوشت خالص است. یا باز چند است اونها چند است؟ این در پس یاف پس و 50 پس اونم کیلو 200 است. کیلو اونها رو دانه کی دیگه نه اون کیلوگا کی سودا میکنیم به خاطر دانه واره نمیکنن. بسیار خوب. بخیر سلامت باشی برادر. وقت همچنان بخیر باشین سلامت باشین. سلام، خوب هستی؟ سلام لالا جان، خوب هستی؟ بخیر. تشکر، سلام. خودت چطور هستی؟ سلام علیکم، خوب هستی جان؟ چطور؟ سلام. نامکایتون چیه؟ نام اسمم احمد شیرزاد. احمد شیرزاد جان از خودت؟ تابش. چی کار میکنی اینجا؟ بود باش. بود پارشی میکنی اینجا کار میکنی. چطور از باز کاروبار داد؟ شکر است خوب است لالا جان. روزه هم گرفتین باز؟ روزه نه دروغ نگو، مقصد لوای چهار و فهمیدم میشه کدام چیز از خودت خوش گرفتی؟ بله روزه دارم. خوب بسیار خوب. چند روز شگرفتی از ماه رمضان؟ امی راست بیادر یک روز خوردیم. یک روز خوردی دیگه شگرفتی بابا. خودت چند روز شگرفتی؟ من امروز خوردیم دیگه شگرفتیم. پیشتر گفت دوستا میگه گرفتیم مگر هم دروغ میگه از لوای فهمیدم میشه. چطور؟ بله لالا. چطور از باز کاروبار اینایتان؟ شکر خوب است لالا جان. نسبت به وقت حال یک ذره کاروبار کم شده.
کاربار کم شد. بله. سابق چند پیدا می‌کردی حال روز چند پیدا می‌کردی؟ حالا من در سابق کار بود شکر روز یک 400 500 دلار شکر از 1.5 200 میشده. خب خرج خانه را میکشی دیگه. خودت تنها کار میکنی در خانه؟ بله خودم تنها نه تنها خودم هستم لالا جان. چطور از باز میتونی مصرفش پورا کردن روز 100 1.5 روپیه دیگه هیچ پیسه نیست نه؟ از هفت صبح لالا جان تا 10 بجه مکتب هستم فشت مکتب هستم متعلم هستم از 10 بجه باز تا 7 بجه شام کار میکنم که بعد نان چیزا به خانه افطار ببرم. کسی که در خانه تون کار نمیکنه؟ نه خیر نه پدرم عملیاتی است در خانه است. خداوند شفا بده. او کار کردن نمیتونه دیگه سابق کار میکنه. بله چیزای گرنگ بابا دکتر گفته قیل نکن پس خرابی چیز نکنه دیگه تمام مصرف خانه مونده سر خودت. برادر کلان نداری؟ برادر کلان نه خیر نداره. خودت کلان خانه هستی دیگه. همین کلان خانه که آدم باشه مسئولیت سرش از دیگه باید پیدا بکنه. بله پدر مادرم خاطر کلان ما کرد که زیر سایه ما بشینه برش یگان چیز در خانه کمک کنیم. کال پدر ما خونده یک رقم عیبی شده ما رو به دنیا آمدیم کار کنیم ببریم در خانه نانآور خانه شدیم لالا جان. واقعا قربانی غیرت. هر چند حالا وقت اسی نیست که خودت کار بکنی. وقتش از باید درس بخونی تحصیل بکنی ولی کار میکنی زحمت میکشی. این کلان یک افتخار است و پدر و مادرت هم شاید بسیار زرت افتخار بکنن دیگه. بله لالا جان خیر ببینید تشکر. با خیر سلامت باشی. کدام پیام حرفی گفتنی اگر داشته باشی بر دوستا کامرا در خدمت. پیام همین است لالا جان از امارات اسلامی میخوایم برای جوانان یک کار فراهم کنه. از همین کار جمع شیم لالا جان قند یک کار برام فراهم کنه. میخوای یک کار زمینه کاری برات مساعد شد کدام کارا را انجام داده میتونی؟ کار شوقه نباشه مثلا یک کسب موتر باشه لالا جان یک مستریگری باشه که در آینده یک چیز برای نانآور صحیح کار بار باشه. با خیر سلامت باشی. خودت هر چند روزه هم نگرفتی خیر است اگر کدام پیام داری بگو بر دوستان. پیام مازمی است که همین بودپالش‌ها رو که جمع می‌کنی همین نان همین خانه را ما همین بودپالشی میکنن همین را جمع نکنین اما بیچاره مزاحمت میکنن به کارتون نمیمونن کار کنین شما؟ نه ما رو جمع میکنن میبرن راست بودم باقی میری باید که امیار رو جمع نکنن جلو واقعا مشکل است. به خیر سلامت باشین. تشکر از ازتون. خب دوستا آذان هم داد و ما هم آهسته آهسته میریم یک جای پیدا بکنیم یک چیز نوش جان بکنیم و روزه ما رو افطار بکنیم. دوستا ما رو همراهی کنین تا آخر برنامه. دوستان اینجا چند نفر از دوستا هستن افطار میکنن. بیاین ما هم یک مزاحمت میکنیم برشان. سلام خوب هستین؟ خیلی سعادتمند باشید. تشکر سلامت. میمان کار دارین یا نه؟ بله چرا نه؟ چرا خوب است. اول میشه نامتون را بر دوستان. نوریدین اسم نوریدین. بسیار خوب. این غرفه مربوط خودتون میشه؟ بله. بسیار خوب. شما هم میشه سلام علیک داشته باشین همراه دوستان. سلام علیکم. اسمم ذبیح الله است. یادتون است همکارای نوردین جان است. بسیار خوب. اینجا هر سه تان شریک هستین در این غرفه یا؟ نه ما هم تو کارهای ما جدا ولی نان ما افطاری ما یکی است. همین افطاری که باز یک جای باشه دیگه یک لذت دیگه داره. چطور نوردین؟ 100% بفرمایید شما هم. خیر سلامت باشین. افطار میکنیم همراهتان. چطور از باز کاروبارتان؟ شکر الحمدلله. بعد هر روز همیشه افطار میکنی؟ هر روز همیشه افطار میکنیم. خب هر روز دیگه تو شوروا میزنی یا؟ بله. متفاوت میشه. متفاوت یک روز شوروا است یک روز بعد بولونی است. اکثرا شوروا. اجازه تون باشه ما هم دوستا افطار بکنیم همراهشان. بابا چی یک مزه داره ای؟ چقدر مزه میده. دیره خودت تیار کردی دوست نوریدین؟ خب بسیار خوب. بسیار خوب. آشپزتون هم میگه من فکر کردم خیاطخانه شاید آورده باشه. بسم الله. استاد جان ببخشید در اول دیگه شما مصروف بودین همراهتون صحبت نکردیم. سلام خوب هستین؟ جور هستین بخیر هستین؟ خیر سلامت باشین. گفته بعضیا میگن اونا ندیدیم چشم ما شبه شده که شما را فراموش کردیم. آشپز را فراموش کردیم. ماشاءالله چقدر مزه‌دار برآمده ساختین شما. خب دیگه چیزی که توان و قدرت ما بود کردیم همینقدر. تنها در ماه رمضان اما تو غذای مزه‌دار آماده میسازی یا در خانه میگم آشپزی میکنی؟ نه در خانه نیستم. خانه خودش صاحب داره. من در خانه آشپزی نمیکنی برشان؟ نه واقعا بسیار مزه‌دار پخته میکنی. نال دیدن خانه شاید یگان رو سرد آشپزی کنن. نه نمیکنم. یا در خانه آشپزی نمیکنی؟ نه. بخیر سلامت باشین. تشکر از همتون.
سلام، خوب هستین؟ و علیکم ماندن باش. تشکر، سلامت باشین. نام مقبول چی است؟ فرید جان. فرید جان، چطور از باز کاروبار اینایتان؟ خوبه، شکر است. بسیار خوب. روزانه چند تا بولونی را به فروش میرسونه میگه؟ برابری داره بیادر دیگه، برابری داره. اینا خود دیگه تنها شاید وقت افطار بیان مردم نوش جان بخورن. این ساعت بعد از نماز دیگه. خب مردم یک کسی که رونده است بولونی میبره. کسی که با افطار میکنه سرم کراچیوم، مردم نوش جان میکنه. مردم نوش جان میکنن. نه پیشتر تیر شدیم. بخیر باشین. پیشتر تیر شدیم، نام خدا زیاد بود، اینجا اینو خلاص کردین دیگه. میشه، خدا مهربانه. یک روز میخرن، یک روز نمیخرن. بازار است. بازار است. در روزهای عادی باز زیاد بولونی سودا میکردین یا در ماه مبارک رمضان بیشتر مردم میخرن؟ در حکومت جمهوری خو کار به همگی خوب بود. برای همگی خوب بود، سودای ما زیاد بود. دیگه در رمضان هم میخریدن، در روزهای عادی هم. اینا حالی هم دیگه به هر حال شکر. مقصد سودایی که سابق بود نیست، مقصد حالی هم نه، به هر حال شکر بازم. حالا شاید دیگه ماه رمضان هست، بیشتر مردم اینجا فعلا فکر میکنم همین سمبوسه، پکوره و بولونی اینا چیزایی است که مردم میتونن روی سرک با او افطار بکنن. شاید بیشتر مردم نوش جان میکنن، فروشاتون شاید خوبتر باشه. همینطور اگر مردم اقتصادش خوب باشه، خوب اطلاعات است، مردم ضعیف است، جیبش از اینکه کار غریبی نیست، مردم بیروزگار است، اونمو پرده خود یک 20 روپیه بولونی رو میخوره، 10 روپیه 20 روپیه اونمو گزاری خود میکنه. خاطر از اینکه اقتصاد مردم هم خوب نیست دیگه، به این خاطر شاید خوب باشه. بخیر سلامت باشین پدر. سلامت باشین. تشکر. سلام بیادر، خوب هستی؟ شکر بدوید، زنده باشی. نامک مقبول چی است رفیق؟ سرودین هستم. سرودی جان، چطور از فروشات غوره باز؟ خدا را شکر است. نوجان میکنن. اینا خودت افطار میکنی، اجازه است یک لقمه امروز بگیریم؟ سرت. بخیر باشی. نوجان کو خودت غذایت نوجان کو؟ باش که نمیشه دیگه. امروز خواستیم بیایم با شما افطار بکنیم. جان نه هیچ مشکل نیست، خیر است. من هم نوجان میکنم، خودت هم نوجان. ماشاءالله چقدر مزه‌دار هستی برنجت. والا تعارف دوستا فهمیدی؟ خانه آوردی را دوستا برات آوردن. همین دوستا فهمیدی. کردی از هتل چرا؟ خدا خیراتشون قبول کنه. گرفتیم اسم لبای سرک هم تو داد تک پرسل. هر روز زمان تو افطار در سرک میکنی یا دیگر روزا را خانه میگی؟ والا باز روز خانه، باز روز در بازار. خانه همین نزدیکاست دیگه؟ نه جان، سر کوتل. سر کوتل است. کدامش باز زیاد لذت بخش است، افطار در روی سرک یا در خانه؟ کدامش زیاد مزه میده؟ والا لذت بخش خود خانه می باشه، چون با فکر آرام میتونید روزه افطار کنید. همراه فامیل، همراه خانواده دیگه یک مزه دیگه داره. چطور از باز فروشات غوره میخرن مردم یا نه؟ خوب است، فضل خداوند است، چیزی که رضای الله باشه. ما ناشکری نمیکنیم. بخیر سلامت باشی بدر. سلامت باشی. کدام پیام حرفی گفتنی اگر بر دوستا داشته باشی کاملا در خدمت است. خدا کمتون نکنه، آرامی دوستا را کار. بخیر سلامت باشی. این دوست ما زیاد آرام بود، نمیفهمم چرا که امروز روزه سرش تاثیر کرده بود. به هر حال چه رقم. خب دوستای عزیز، این بود گزارش امروز ما که از شارنو کابل براتون تقدیم کردیم. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. شما هم عزیزان چنل یوتیوب هدف میدیا رو سابسکرایب بکنین. اگر کدام پیشنهاد، انتقاد یا نظریه دارین میتونین که پای کامنت برای ما بنویسید. تا برنامه بعد که بازم در خدمتتون قرار میگیریم. شما را به خداوند یکم میسپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.